خب درود به همه بینندگان صفحه فیسبوک. امیدوارم یک روز بیکارانه‌ای داشته باشین. اگر هر کسی که در کرانتین است صبر تحمل حتما دیده به دیدار عزیزتون میرسین. ما در نزد بینای مرکزی TCL در شهر دوشنبه قرار داریم، طرف خیابان رودکی. من بعد از چند لحظه میخوام به بینای مرکزی وارد شده به چند سوالم جواب بگیرم. یکی از اونها همین است که سبب عوض کردن طرفه ها چی است، به یگان بهانه و حرفای ساده برای من بفهمونن. دوم برای چی اونا به مردم عادی کده نمیگن و انتظارن که میلیون ها مشتریشون با اون جوابی خطی مجاد کنند، بعد اینا با میلیون مشتریشون شاید خطی جواب بدن که برای چی طرفه هاشون عوض میکنن. و سوم سببی که من میخوام فهمم با گذشت 1000 سال کاریشون چرا حالی هم این شرکت های موبیلی ما از جمله TCL بعدی 90 دقیقه هم اپراتور مرکزی تماشاش به مشتری جواب نمیداد و اگر جواب میداد 5 دقیقه انتظار نمیشد. چون آیا اپراتور مرکزی تماس حق دارد که 20 دقیقه 25 دقیقه مشتری را انتظار شد ولی 5 دقیقه اپراتور مرکزی تماس مشتریش انتظار نشد؟ این 5-6 سوالی است که من بعد از وارد شدن به بینای مرکزی TCL در شهر دوشنبه میخوام جواب بگیرم. چون دیروز از اون ویدیویی که ما در فیسبوک کشتیم خدا را شکر خیلی واکنش‌های خوب برآورد، چون نماینده خود مرکزی شرکت TCL امانتدار در زیرنویس‌ها برای ما دلیل و فکتاشون آوردن که گویا شرکت حق داشته است که 10 روز پیش از عوض کردن طرفه طریق وسایط اخبار SMS پیامک و این چیزا مشتریش آگاه کند. و این بندی 3.1.7 و 3.1.10 شرطنامه میان مشتری و شرکت بوده است. من بسیار میخوام که با اون شرطنامه آشنا شم. اگر شرطنامه‌ای که ما یک سال پیش در وقتی از نو به قیدگیری سیم کارت ها همون شرطنامه باشد، اگر اینا شرطنامه را عوض نکرده باشند یعنی نو تغییرات وارد نکرده باشند، من با اون نماینده شرکت دوستم نامش نمیدونم در زیرنویس بود نه فکرش که خودش از نمایندگی شرکت گفت، من گفتم که همون شرطنامه را بیارید که من سال پیش شرط سیم کارتم به قید گرفته بودم، با همون میخوام شناس شم. و خلاصه ما با شرکت میمونه بعد از چند دقیقه دیگر که ما از این بینو بیرون میشیم با هم بودم در افیر مستقیم صحبت میکنیم. بعد انتخاب دستی ما و شما میمونه که با TCL در روزهای نزدیک با ما نمیونه. برای کار خودتون احتیاط کنین. نیست بود کرونا، زنده بود آرامش، آسایش.